در جوانی ز جهان سیر شدم، صورتم گرچه جوان است ولی پیر شدم. به به. میشکنه تلسقم آخه جادو میکنی. سلامت چا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. چشاتون توی شده بود. عشق کردیم بچه حرکات. خب اشان میگفتم خوش اومدید ببینید. ویدیو خواستیم جذاب بشه داریم سیگار نیستیم گله. خب داشتم میگفتم خوش اومدید به این ویدیو جدید. ویدیو راجع به سوتیایی که مدارس حاجی این بار دخترها ترک کندن. شاید میتونم بگم اول ویدیو نمیخوام اسپویل بشه ولی خب ساک چینا میزنن تو مدرسه. ساک دستی نه، همون ساکی که میخورن. واسه چی میخندی آجی؟ جدی میگم دیگه. صحبت بازی میکنم. بچه یه لحظه واسه دیدن حرکت بزنم. این ویدیو اینجا سیگار نمیشه چیز کرد. من سیگاری نیستم به خاطر شما بچه‌ها. یه بار دیگه ناموسن، یه بار دیگه یه بار دیگه یه بودر برو یه چالش خفن بدم آجی ناموسن بده اگه تونستی برو اینو آجی یه نفس بکش تا اینجا. نه بابا بکش ناموسن اگه ببینم یه بیچی نه کس خود داری منو بگاه میدی. نه بابا هیچی نمیشه یه ذره سیگاری یه گیری میده. ببین من دارم میبینم من دارم میبینم. بکش بگه نمیتونی بکشی. عشق میکنی حتی یه دم کیر زدی تو چیز استودیو بسته دیگه. بریم سراغ ویدیو اول. دخترها زیادن این سری دایی. بریم دایی بریم. یه چه شیکی بوده. پسرن آجی. خاموش ملاین، اینجا محل عبرته، محل دامبل و دیمبو. حاجی لحظه این چه بازنی داشت. حالا پسروناست این آجی، دختروناش هم اینو رفتن. اون ببین دیگه چی. اون کجاست؟ اونو سریع بریم پلی کنیم. بذار ببینم پیداش میکنم. بریم سراغ دخترونه. چقدر دخترونه نمره بدید. باشه. حالا اول بازی داره نمره واقعی بدید. شروع بزنیم. این خیلی خفن تره کس. چه شیکی میره. خاموش ملاین، اینجا محل عبرته، محل دامبل و دیمبو. خدای دختره بهتر رفتن. چه شیکی. اول بازی در آورد. نه خدا خدایی شیکی. خدایی شلوارم کس. اوکی آجی خیلی خوب رفتن. آره خب اینا بردن. دخترها بردن بدون هیچ چیزی. گفت اصل میفهم، واقعا اصل بود. جدا یه بار بذار این ویدیو رو بکنم حسین به خاطر زیبایی گذاشته اکثرا. اصل واقعا اصله دیگه بابا، واقعا اصل بود. لامصب. برو ویدیو بعد. سلام بچه‌ها، امروز اومدیم تو مدرسه. ماشاءالله بچه‌ها هم استایلشون خوبه. داداش سلام. داداش سلام، خوبی؟ من عکاس مدرسه‌ای ام. بله حتما استایلت خوشم اومده. نه شما هم تخمی هستی. برو مادر. خب خوب. مثلا دارن کارو جمع میکنن. خوش میدن دیگه. یه بی تربیتن دیگه. این بهتره چی؟ دعوا دختر داره. اوه مشکل داری؟ آره. کیفم. حل داداش. دار و ندارم رفیق. کوزیشر. نتونست خوب شیک بزنه ولی خب کوزیشر بود آجی. کوزیشر بود به خاطر همون خندیدم. اوکی. چرا خودتونو میگین؟ نمیگین یه وقت گرفتگی بشه؟ خانم موسوی شما دوربینید؟ آخه هر وقت نگاهتون میکنم لبخند میزنم. خانم موسوی آجی عجب سیدیه. خانم موسوی شما کتابید. عجب سیدی خدا. خانم موسوی شما آب نباتید. خب چرا؟ میتونم نه این دیگه نمیذاریم بچه‌ها. خدا وکیلی خانم موسوی 9 از 10. آجی چند تا جمله مختنی جدید یاد گرفتم بچه خیلی زیاد. خواستی بگی ویدیو کنیم مثبتش ده؟ نمیدونم مثبتش هم یاد گرفتم. بریم بعدی. خدا خانم موسوی رو حفظ کنه. دانش آموزشی که غیر قابل معلم و پشما.
مادرتو مادرتو زنه تو لباساشون هم شبیه لباس من بود خس کردم خدا لعنتتون. وای پسر یه سوال اون دیگه رو میشه گذاشت؟ نمیدونم حالا اشاره ریز میشه کرد بچه داشتم معلم میگفت کرده بودم داشتم معلم میکنم پسر چقدر بد بود. حالا ببین همین قضیه پیش میومد معلمی پسر مثلا بچه‌ها رو میگرد خب این ویدیو میخواست پخش بشه ترند بشه معلم چونش بذارن الان دیگه باید همچین بچه‌هایی رو باید یه ده حقشون رو کتک خوردن تو مدرسه جدی دارم تو مدرسه صدا کارو نکن بعد مدرسه قرار نرو دوستاتو انگوش نکن تو مدرسه نگو بوز نیم از 10 میتونم نمرشو اینو بدم بد نبود حالا 3.5 میگرفت 4 هم میگرفت حتی خدا انامش بود کسه شعر میگم بریم سراغ سوال بعد 3 و 4 و 5 و 6 دیوار پشت هم بزن به جون دادن من بایستا تو چشمم زل بزن شاید اون لحظه ببینی عشق چشمای من بیه با همشنو کن تیغارک های منو خوبه دختره خیلی پیشرفت کردی موزیک ویدیو باشه آجی این خیلی خفنه قشنگ نمیخونه کس چیه بیدار میکنه جدی قشنگ اوه بیا قضیدش آجی هم سم هم خوب میکنه جدی دارم جدی دارم میگم من نفهمیدم حالا هرچی خوند از گلزار که بهتر خوند گلزار فیسی اوکی صداش کیریه بریم بریم بدروم آجی بعد از خانم معلم چقدر خوب شدن تو صحنه های عاشقانه‌ای دارم میگم خانم معلم چقدر خوب شدن جدی دارم میگم من شاید اگه ازدواج کنم خانم معلم بگیرم حرکت قشنگی داری خوب بود خوبه بریم بعدی بازم دو حاجی این ویدیو دختر 90% کلا چیزه اینا رو کلا باید بلری کنی ولی دارم توضیح میدم 50% میداد دهنش بقیه هم داشت تحقیق میزد دارن گرم میکنن بعد از این ربطی نداره ولی عشقی خطر دهن همه تونو گاهیدم وای از این چقدر خفم چقدر به میسوید میمیکه گاهه چقدر وسط ویدیوهای مدارس یه زنگ قشنگ بود خب یکی خوابش برده بذار ببینیم اینا دارن چی کار میکنن از بچه صحبت نکنم همه ماسک دارن مزاحم خوابتون که نشدیم تو رو خدا اگه مزاحم شدیم بگو سیش دیگه مزاحم خوابشون که نشدیم چه شاید پسر بابا منم میخواستم همین بگم چرا من تو یکی منم میخواستم همون خیلی شبیه پسر بود تا دختر اون احتمالاً پشت مشتا زیاد جذاب نبود معلمشون سوبر بود آجی سوبر بود انگوش میکرد تو خواب جذاب‌تر بالاخره تو ویدیوهای ما این داستانا اوکی خاطر همین نمره کم بریم بعدی ویدیو آخر میگم فکر کنم صحنه سازی به جان خودم خوابیده فیلم نیست اینا ها این همون معلم است مامان جان آخه این خیلی ناز خوابیده بود رید تو خوابش این احتمالا معلمش کسشه راجی و این سر کلاس جذاب باشه نمیخواد معلم اگه معلم خوبی باشه کلاسش نباید بخوای تمام شد آره بچه‌ها ویدیوها تمام شد دخترها خیلی پر رو شدن تو مدرسه دارن دیگه رو قشنگ دارن میکنن جدی دارم میگم بی شوخی اینکه ویدیو بود ولی خب نکنید تو مدرسه پسرا کیه دیگه دخترا نه بریم پای خداحافظی کنی اینجوری کردی یکم معذب دارم میشم جلوی دوربین که خیلی وقتی کم میایم ما آره گریه نکنیم آبمون بره جدا ویدیو یعنی پیس برای مراقب خودتون باشید در خوبیتون بابا
caída.